پزشک شما به شما گفته است که فشار خون خود را مرتباً در خانه بررسی کنید. نتیجه دقیق به خودتان بستگی دارد. بنابراین برای گرفتن فشار خون خود این مراحل را دنبال کنید. 30 دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشار خون آماده شوید. سیگار نکشید. نوشیدنی‌های کافئین‌دار ننوشید. اگر ناراحت یا درد دارید، فشار خون خود را اندازه‌گیری نکنید. اگر مجبور شدید، 5 دقیقه قبل از گرفتن فشار خون از دستشویی استفاده کنید. آرام بنشینید و پاهایتان را صاف روی زمین قرار دهید. به پشتی صندلی خود تکیه دهید. هر لباس حجیم یا تنگ را درآورید. بازوی خود را در سطح قلب روی میز یا سطح سفتی قرار دهید. همیشه از یک بازو استفاده کنید. اکنون آماده انجام آزمایش هستید. کاف را محکم دور بازوی برهنه خود بپیچید. 2 انگشت باید داخل کاف قرار گیرند. لبه کاف باید 3 سانتیمتر بالاتر از آرنج شما باشد. صحبت نکنید و تلویزیون تماشا نکنید. 1 بار فشار خون بگیرید. کاف را روشن بگذارید. 1 دقیقه صبر کنید و فشار خون دوم را بگیرید. هر دو فشار خون را یادداشت کنید یا از یک برنامه استفاده کنید و سپس نتایج را با تیم مراقبت‌های بهداشتی خود به اشتراک بگذارید. برخی از مانیتورها حتی فشارها را برای شما ثبت می‌کنند. شما این کار را انجام دادید. شما مراحل صحیح را برای نظارت و کمک به حفظ فشار خون سالم انجام داده اید. فشار خون بالا عامل خطر شماره 1 سکته مغزی و 1 عامل خطر عمده برای بیماری قلبی است. برای یادگیری راه‌های دیگر کنترل فشار خون بالا با ما همراه باشید.